سلام، وقت بخیر. همونطور که قولشو داده بودم قراره که یه سلسله لایو هایی داشته باشیم، حداقل به شکل هفتگی، که راجبه کتاب نوجوان ابدی خانم فونفرانس صحبت کنیم. اینکه چرا این کتاب انتخاب شد رأی گیری کردیم و خب یه کتابیه که توی این چند سال اخیر خب من بیشتر از یک بار خوندمش و مطالبش رو خیلی بیشتر از بقیه کتاب‌هایی که خوندم حس می‌کنم درک کردم و متوجه شدم و درگیر بودم باهاش. به هم خاطر این کتاب رو انتخاب کردیم که شروع کنیم به خوندنش، همون اتفاقی که توی دوره‌های کتابخوانی تو مجموعه روان تحلیل میافتاد. یه چیزی شبیه به همون حالا توی صفحه خودمون انشالله قرار داشته باشیم. پاراگراف ها یا بخشی از کتاب رو میخونیم و بعد حالا تحلیل ها یا نظراتی که به ذهنمون میرسه بیان میکنیم و انتهای جلسه هم که لایومون هست، حالا یا نیم ساعت 40 دقیقه 45 دقیقه تا یک ساعت هم ممکنه طول بکشه، انتهای جلسه هم حالا گفتگوهای خواهیم داشت و حالا اگه همه چی خوب پیش بره انشالله میتونیم طوری در واقع برنامه‌ریزی کنیم که عزیزانی که میخوان خودشون هم صحبت کنن یا در تماس تصویری داشته باشن فراهم باشه، که حالا یا وسطای لایو یا در انتهای لایو یا حتی بعضی از جلسات رو میتونیم با عزیزانی که مایل باشن به شکل در واقع مشترک برگزار کنیم، یعنی تعیین کنیم کدوم بخش از کتاب رو قراره بخونیم که کسی که میخواد بخونه مطالعه کنه و بیاد بالا و با همدیگه راجع به کتاب حالا صحبت کنیم و پاراگراف رو بخونیم و حرف بزنیم. خب کتاب عنوانش هست نوجوانی ابدی و نبوغ خلاقه از خانم ماری لوئیس فونفرانس، که خب ترجمه و تحلیل تورج رضا بنی صدر. کتابی که من دارم اینه که انتشارات لیوسا در واقع اینو چاپ کرده. حالا یه انتشاراتی دیگه و یه ترجمه دیگه هم ازش هست که اونم فکر کنم ترجمه خوبی باشه، ولی من از روی این کتاب قراره با هم دیگه در واقع پیش بریم و مطالب رو بخونیم. قبل از اینکه وارد کتاب بخوایم بشیم، خب اونایی که تو فضای روانشناسی یونگی هستن یا حالا کتاباشون رو خوندن یا دوره‌های در واقع روانشناسی یونگ جای مختلفی که برگزار میشه شرکت کردن، احتمالاً این اصطلاح نوجوان ابدی رو خیلی زیاد شنیدن و یه نوجوان ابدی ما میگیم و خب پشت بندش یک سری ویژگی ها و یه سری صفات به ذهنمون میاد که در واقع دسته‌بندی میکنیم، میگیم نوجوان ابدی کسیه که این ویژگی ها رو داشته باشه. 1 2 3 4 5 6 لیستی از صفات و ویژگی ها میاد که عموما ویژگی های منفی هستن و در واقع خیلی پذیرفته شده نیستن توی جامعه. خب این که ذهن ما دوست داره با این صفات و ویژگی ها دسته بندی و تقسیم بندی بکنه، یه چارچوبی بده به یک مجموعه ای، خب کار رو راحت تر میکنه. یعنی ذهن ما اصلا ما همینطوری به شناخت میرسیم دیگه، ذهنمون میاد یک سری از دسته بندی ها و تقسیم بندی ها رو انجام میده تا بتونه یک سری چیزها رو از هم دیگه مجزا و تفکیک کنه، جدا سازی کنه و ما به واسطه همین جدا سازی کردن و تفکیکه میتونیم چیزایی که متضاد هستن و متناقض هستن رو بشناسیم و خب به شناخت برسیم. ولی نکته مهمی که راجع به مسائل روانشناختی وجود داره، حالا چه این نوجوان ابدی که خانم فونفرانس ازش به عنوان سندروم نوجوان ابدی، یعنی مجموعی از نشانه ها که در واقع به نوجوان ابدی ختم میشه رو میاد مطرح میکنه، چه در واقع اختلالات شخصیتی، حالا مثلا DSM و این مسائل رو ما نگاه بکنیم، خب اوکی در ابتدا با دسته‌بندی کردن ما میتونیم بفهمیم، کشف کنیم، ولی باید حواسمون باشه که اون آدمی که اون برچسب اختلال یا اون برچسب نوجوان ابدی رو ما داریم بهش میزنیم، شخصیتش خیلی میتونه گسترده تر، عمیق‌تر و فراتر از اون اختلالی باشه که ما فقط با چند تا نشانه مثلا رو تونستیم تشخیصش بدیم. و البته که تشخیص کار ما هم نیست، ولی خب این که ما بتونیم در واقع بفهمیم و درکش بکنیم، اون شخصیتش خیلی فراتر از اون اختلالشه، شخصیتش خیلی فراتر از اون نوجوان ابدیه که ما میتونیم تعریف کنیم. یه مثالی که من به ذهنم رسید اینه که خب این تقسیم بندی کردن و این دسته بندی کردن خارج از علوم انسانی خیلی به ما کمک کرده، یعنی تمام دانش و تکنولوژی و حالا پیشرفت علمی که ما بهش دست پیدا کردیم، انسان بهش دست پیدا کرده، به خاطر همین ویژگی تقسیم بندی کردن است. یعنی ما دائما ذهنمون میاد و اشتراکات مسائل رو، اشتراکات چیزای بیرون از خودش رو در واقع ترجیح میده، میشناسه، میفهمه، تبیین میکنه توی خودش
و با این اشتراکات میاد تقسیم بندی میکنه، یه گروهی میسازه که اون اشتراکات اون ویژگی ها رو دارن و حالا شروع میکنه به دسته بندی کردن و شناختن و این دسته بندی کردن باعث میشه که علم پیشرفت کنه. ولی توی علوم انسانی این تقسیم بندی کردنه و این دسته بندی کردن یه جورایی تقلیل دادنه. وقتی راجع به انسان داریم صحبت میکنیم و میخوایم در واقع تقسیم بندیش کنیم، بگیم حالا فرق نمیکنه اختلالات شخصیتی باشه، تیپ های شخصیتی باشه یا هر نوع تقسیم بندی دیگه که ما روی انسان میاریم پیاده میکنیم، باید حواسمون باشه که داریم اون شخصیتش رو تقلیل میدیم و کوچیکش میکنیم. حالا این به این معنی نیست که نباید تقسیم بندی و دسته بندی باشه، باشه، اما باید حواسمون باشه که فراتر از دسته بندی هایی که ما تو ذهنمون داریم، شخصیت یک فرد میتونه در واقع گسترده‌تر از اون باشه. همونطور که خود یونگ هم اون جملات معروفش هست که میگه وقتی با روح یک انسان ارتباط برقرار میکنی فقط با روح اون انسان ارتباط برقرار کن، یعنی دیگه سعی نکن با چارچوب ها و اندازه گیری ها و خطکش هایی که تو ذهن خودت باهاش در واقع ارتباط بگیری. سعی کن که بشناسیش، اون چارچوب کمکت میکنه، ولی در نهایت در واقع باید با یک روح ناشناخته سر و کله بزنی، نه روحی که از پیش و از قبل تو میشناسیش. خب کتاب رو باز کنیم، یه بخشی ازش رو بخونیم. تو مقدمه مترجم آقای بنی صدر از دکتر علیرضا شیری و خانم ناهید معتمدی تشکر کردن، قدردانی کردن که خب روح خانم معتمدی شاد باشه. یه واژه‌نامه داره ابتدای کتاب، حالا برای دوستانی که خب آشنایی کمتری با روانشناسی یونگ دارن، این واژه‌نامه خیلی هم مختصر نیست، تقریبا مفصله که تمام حالا اصطلاحات کاربردی رو اومده توضیح داده. آنیموس چیه، نقاب، کهن‌الگو، سایه و دیگر اصطلاحات پرتکرار روانشناسی یونگ رو توضیح داده. صفحه 23 کتاب که یه عنوانی داره درباره کتاب و نویسنده، اینجا رو میخونم. میگه در دوران باستان نوجوان ابدی را رب و نوع زندگی، مرگ و رستاخیز میدانستند. خب ما برای اینکه بخوایم نوجوان ابدی رو بفهمیم، من کلی اول لایو فلسفه و صغرا کبرا چیدم که بگم ما نمیتونیم با دسته بندی کنیم و مثلا من بیام بگم نوجوان ابدی 2 نقطه 6 تا 10 تا 20 تا 16 تا ویژگی مثلا بگم اینا نوجوان ابدی ان. یعنی اگه همچین چیزی ممکن بود خب فونفرانس نمیومدی همچین کتاب تقریبا قطوری بنویسه که 300 صفحه است و در نهایت هم نتیجه گیری که از این کتاب میکنه و ما هم اگر کتاب رو بخونیم میتونیم نتیجه گیری کنیم اینه که نوجوان ابدی یه چیز شدیداً متناقضیه و ذهن ما چیزهایی رو میتونه خوب بفهمه که توشون هرچی تناقض کمتر باشه فهمش برای ذهن ما راحت تره. ولی نوجوان ابدی و خیلی از مسائل روانشناختی دیگه شدیداً متناقضن. یعنی ما تو ادبیات ما یه آرای ادبی داریم که با بچه‌ها تو مدرسه با هم کار میکنیم، آرای متناقض نما یا پارادوکسه. میگیم تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که زمانی که ما 2 تا صفت متضاد داشته باشیم اون آرای ادبی میشه آرای تضاد. مثلا روز و شب توی یه بیت، یه شعر، یه مصرعی اومده باشه. ولی زمانی که 2 تا صفت متضاد به یک پدیده مشترک همزمان اشاره بکنن اون میشه آرای متناقض نما یا پارادوکس و اسمش هم با خودشه. برای بچه‌ها که من اینو توضیح میدم میگم ویژگیش اینه که پارادوکسه، ذهن ما دچار تناقض میشه، ذهن ما نمیتونه درکش کنه. مثلا الان من بگم الان یا اکنون هم شب هم روزه، خب اینو ذهن من نمیتونه درک بکنه. یعنی چی هم شب هم روزه؟ یکی از این 2 تا باید باشه. یعنی ذهن ما توی این که 2 تا ویژگی متضاد رو بخواد کنار هم دیگه نگه داره و با هم دیگه بفهمه و این 2 تا تضاد رو به شکل یک تمامیت یا یک کامل شدنی بفهمه، این براش خیلی اتفاق سختیه. و به همین خاطر یونگ هم توی حالا مراحل فردیتی که میاد راجع بهش صحبت میکنه، مرحله اول سایه است که یه خورده ما با این تناقض روبرو میشیم، ولی مرحله دوم که آنیموس دیگه اوج در واقع تناقض زنانگی و مردانگی و یک فرد باید در روانش تجربه کنه و این هیچ راهی نداره جز این که ما ایگوی من یا ذهن خودآگاه من اونقدر رنج بکشه تا با این رنج به شکل گسترده تر در واقع بتونه گسترده بشه، بتونه گسترش پیدا کنه تا بتونه هر 2 سر تضاد رو توی خودش نگه داره. و اینو در واقع سخت‌ترین میتونیم بگیم که توی فرآیند فردیت آنیما و آنیموس سخت‌ترین مراحل فردیت هستن، چیزی که یونگ مطرح میکنه. و باز راجع به اینم میخوام صحبت کنم که رنج کشیدن فضیلت نیست
ولی خیلی وقتها ما برای اینکه بتونیم به چیزهای با ارزشی دست پیدا کنیم هیچ چاره‌ای جز رنج کشیدن نداره. حالا من میبینم هم توی فضای مجازی هم با دوستان که صحبت میکنم، خب این خیلی مطرحه که خب چرا ما باید رنج بکشیم. و یه ویدیویی هم دیدم اتفاقا از یکی از اساتید خیلی برجسته که داشت صحبت میکرد راجع به این که چرا ما در واقع کسی به فلسفه رو میاره و شروع به فلسفه ورزی میکنه که نتونه زندگی کنه. یعنی یک محدودیتایی توی زندگی واقعی براش وجود دارن، برای همین میاد توی ذهنش و توی ذهنش حالا یه پناهگاهی میسازه، شروع میکنه به فلسفه ورزی، شروع میکنه به فکر کردن و اصلا فکر کردن زمانی ایجاد شده که ما نمیتونیم زندگی کنیم. و خب اینجا سوالی که مطرح میشه درسته، واقعا همینه. یعنی اگر انسان بتونه به شکل خودانگیخته زندگی کنه، بره جلو و هر چقدر بیشتر بتونه خودانگیخته باشه و زندگی کنه و درگیر جهان پیرامون خودش باشه، خب خیلی طبیعیه که کمتر میره توی ذهنش، کمتر شروع میکنه به فکر کردن و تحلیل کردن و این مسائل. ولی سوال مهمی که مطرح میشه اینه که خب هیچ کس، یعنی من فکر نمی کنم کسی باشه که آگاهانه و با اختیار مثلا بیاد رنج رو برای خودش انتخاب کنه و دلش بخواد که مثلا در حالی که میتونه خودانگیخته زیست کنه، در حالی که میتونه بدون هیچ مشکلی زندگیشو پیش ببره، بیاد خودشو بندازه توی یه تله یا توی یه چاله‌ای که مثلا درد بکشه یا رنج بکشه. بنابراین ما خیلی وقتا رنج رو انتخاب نمی کنیم، این رنج ها هستن که ما رو انتخاب میکنن. و من باید این آمادگی رو داشته باشم که وقتی یه رنج میاد منو انتخاب میکنه چطور باید باش کنار بیام. که حالا یونگمون جمله معروفش هست دیگه، میگه ما عقده ها رو نداریم، عقده ها هستن که ما رو دارن. و توی پادکست یونگنگار یه اپیزودی هست تحت عنوان مروری بر نظریه عقده. اگر میخواید راجع به عقده اطلاعات بیشتری داشته باشید که عقده ها چجوری میان ما رو انتخاب میکنن و چجوری بدون اینکه من اراده و خواستی داشته باشم توی مسیری میافتم که اصلا مسیر من نیست و مسیر عقده منه و اون عقده قرار منو به بدبختی بکشونه و حالا یه بلاهایی سر من بیاره در مسیر زندگی و تو در واقع مسائل روانشناختی. توی اون اپیزود که در واقع مرور بر نظریه عقده خلاصه مقاله یونگ درباره عقده هست، در واقع توضیحات خوبی داده شد. خب اینا رو گفتیم که به اینجا برسیم. داشتیم راجع به اون تضاد یا تناقض صحبت می‌کردیم که حالا یه سری حاشیه‌ها من رفتم. پس یک سری تضادها هستن که ما تنها به شرطی میتونیم اونا رو تحمل کنیم، چون اسم دیگر تضاد یا اسم دیگر تناقض خداست. یعنی ما وقتی خدا رو داریم صدا میکنیم، حالا مثلا خدایی که در دین اسلام هست، مثلا ما دعای جوشنکبی رو داریم یا قرآن رو داریم که ویژگی ها و صفات خدا رو میاد راجع بهش صحبت میکنه، میبینیم که صفات خدا خیلی متضادن، خیلی متناقضن. خدا هم مهربونه، هم رحمان و رحیمه، هم جبار از اون ور، هم منتقمه، هم کینه داره، هم این که میتونه خیلی بخشنده باشه، هم که میتونه خیلی کینه جو باشه و هر دوش هم همزمان هست. تمام در واقع چیزهایی که تمام مسائل روانشناختی که از روان ما خیلی بزرگتر باشن، که از ایگوی ما بزرگتر باشن، در ایگوی ما به شکل متناقض درک و تجربه میشن. یعنی انگار هیچ راه دیگری وجود نداره. هر چیزی که از من بزرگتره برای اینکه بتونه با من ارتباط برقرار بکنه، اینه که به شکل متناقضی در روان من ظاهر بشه. و حالا اونایی که خیلی عقل گرا هستن، اونایی که مثلا حالا خیلی علم رو و دو تا چارتای علمی رو مورد تایید خودشون قرار میدن، اینجا میان این نقد رو وارد میکنن که مثلا تو ادیان میگردن که ماشاءالله تو ادیان هم هر چقدر بگردی بخوای سوتی پیدا کنی و در واقع مسائل غیر عقلانی و غیر منطقی پیدا کنی خیلی زیاده، موارد فراوانه. و اینا میان این موارد رو میکنن علم یزید و میگن که چون توی مثلا این دین یا در این مذهب یا در این چه میدونم آیین اختلافات زیاده و مثلا ما این تناقضاتش زیاده، یه جا خدا این رفتار رو کرده، یه جا خدا اون رفتار رو کرده، یه جا خواستش اینه، جای دیگه خواستشونه، میان نتیجه گیری میکنن که پس اینا همش در واقع خرافاته، مثلا چیز بیهوده‌ایه. در حالی که اگر ما با نگاه روانکاوانه، مخصوصا با نگاه یونگی بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اتفاقا ادیانی که تناقضات بیشتری در گزاره‌هاشون هست، مخصوصا گزاره‌های الهیاتیشون، گزاره‌هایی که به خداشناسی و این مسائل مربوط میشه، خداشناسی و روح انسان و اینها، مسائل ماوراء و طبیعه مربوط میشه، هر چقدر توی اون مسائل تناقضات بیشتر باشن و عقل ما کمتر بتونه اونا رو درک بکنه، اتفاقا یعنی این که خب یه چیز بزرگتری اونجا مطرح شده، یک کهن الگویی هست، یه خدایی هست که یه تمامیتی داره و اون تمامیت رو ذهن من نمیتونه درک بکنه.
و اون خدا وقتی میخواد با ذهن من ارتباط برقرار کنه هیچ راهی نداره جز این که بگه من هم اینم هم اینم، هم روزم هم شبم، هم خوبم هم بدم. و ذهن ما فقط اینطوری میتونه بشناسه. ذهن ما انگار که واقعا برای شناخت خدا در واقع ساخته نشده. ذهن ما برای هر چیزی ساخته شده جز برای شناخت خودش و شناخت خدا و حالا اون مسائل در واقع مابعد و طبیعی. و اینجا چیزی که میخوام بگم اینه همونطور که خدا در واقع خدایی که داریم میگیم خدای روانشناختیه، یه کهن الگوه، یه چیزیه که از ایگوی آگاه من خیلی بزرگتره و در ناخودآگاه من. وقتی من از خدا صحبت میکنم، حالا تو لایو هایی که داریم راجع به مسائل روانشناسی یونگ صحبت میکنیم، همون خداییه که کهن الگوی خداست، خدایی که در ادیان هست و اعتقادات شخصی خود ماست رو اینجا راجع بهش صحبت نمیکنیم. پس این کدام بگیم که خدا منظور خدای روانشناختی. وقتی راجع به خدا داریم صحبت میکنیم یعنی یک کهن الگویی که بزرگتر از ایگوی منه. و ما وقتی راجع به کهن الگوها صحبت میکنیم همشون از ایگوی ما خیلی بزرگترن و همشون وجوه مثبت و منفی دارن. همشون دارای وجوه مثبت و منفی که میگیم یعنی همون تناقضه دیگه. یعنی اون کهن الگو یه تمامیتی، یه چیزه در خارج از ایگوی من، یه چیزه، ولی وقتی به سمت تجربه کردن من میاد، وقتی به ایگوی من نزدیک میشه، من اونو متناقض درک میکنم. حس میکنم که هم خوبه هم بده، هم ویژگی‌های مثبتی داره هم ویژگی‌های منفی داره. و نوجوان ابدی هم که یک کهن الگوئه، یا حالا اسطوره‌های زیادی هم راجبش هست که الگوی اون اسطوره‌ها نوجوان ابدیه، به همین شکل متناقض درک میشه. و میگم چون ذهن ما دلش میخواد که از این تناقض فرار کنه، ما نوجوان ابدی رو عموما با ویژگی‌های منفی میشناسیم و راجب ویژگی‌های مثبتش خب خیلی خبر نداریم، نمیخوایم انگار اطلاع داشته باشیم. انگار در یک قرارداد نانوشته با خودمون و دیگرانی که تو حوزه روانشناسی یونگ مثلا حالا کتاب خوندن و یه سری فعالیت‌ها دارن، با خودمون به این نتیجه رسیدیم که خب نوجوان ابدی چیز بدیه، اینو بذاریم تو بدها و مثلا حالا یه کهن الگوی دیگر رو بذاریم توی کهن الگوی خوب‌ها، مثلا آپولو چیز خوبیه، اینو خوب در نظر بگیر. در حالی که کهن الگو در واقعیت خودش متناقض. خب میگه در صفحه 23 کتاب درباره کتاب و نویسنده، از اولش میخونم. میگه در دوران باستان نوجوان ابدی را رب النوع زندگی، مرگ و رستاخیز میدانستند. خب همینجا راجع به زندگی، مرگ و رستاخیز، این که چرا این کهن الگو میتونه در واقع به اینا اشاره بکنه صحبت کنی. اون تا قبلش این که خب خیلی سریع من بدون این که بخوام میگم ویژگی‌های مشخص و فهرستواری از نوجوان ابدی براتون بگم، وارد کتاب شدم چون واقعا نمیخوام این کارو کنم. یعنی میشه همین الان گفت که نوجوان ابدی همچین ویژگی‌های مثبتش اینه، منفیش اینه و مثلا این نتیجه گیری بکنیم، ولی من میخوام همونطور که خود نویسنده راجع به نوجوان ابدی صحبت کرده و پیش رفته، ما هم میخوام همونطوری پیش بریم. یعنی خب مهمترین منبعی که راجع به نوجوان ابدی هست به زبان فارسی همین کتابه و همه کسایی که دارن راجع به نوجوان ابدی صحبت میکنن صحبتاشون از این کتاب به احتمال زیاد وام گرفتن و ما میخوایم خود کتابو بخونیم ببینیم با نظر خود نویسنده به عنوان کسی که یه یونگیان برجسته‌ای که جزو نسل اولها بوده و بالاخره خیلی شناخته شده است، به اندازه خود یونگ میتونم بگم خانم فون فرانس شناخته شده است تو روانشناسی یونگ. این که بالاخره خب چی داره میگه، چه دریافتی کرده، سالها نشسته زمان گذاشته این شخصیت اگزوپریو مثلا تحلیل کرده، واقعا حرف حسابش چیه، واقعا چیا رو میخواد بگه. خب میگه رب النوع زندگی، مرگ و رستاخیز. خب زندگی که خب شامل، میگه نوجوان ابدی رب النوع زندگیه. زندگی هم که خب شامل همه چیزهاییه که ما هممون هر روز باهاش سر و کار داریم. یعنی این خیلی چیز مبهمیه، رب النوع زندگی خیلی مشخص نیست. ولی رب النوع مرگ و رستاخیز یا مرگ و تولد دوباره، اینو میتونیم یه خورده روش مانور بدیم که نوجوان ابدی در واقع کهن الگویه که لحظه مرگ یا لحظه تجربه مرگ، حالا من کاری ندارم که این تجربه مرگ باعث میشه که جسم منم بمیره یا نمیره، چون ما میتونیم تجربه روانی مرگ رو تو روانمون داشته باشیم فارغ از این که جسممون اون بلا سرش بیاد یا نیاد. توی لحظه‌ای که من تجربه مرگ رو پشت سر میذارم و توی لحظه‌ای که تجربه رستاخیز رو پشت سر میذارم، حالا این رستاخیز یا تولد دوباره هم میتونه در واقع به شکل جسمانی اتفاق نیفته و در روح و روان من تجربه بشه. حالا تو اینم تو پرانتز بگم یک کتابی هست که انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی فکر کنم یه سال اخیر چاپ کرد که عنوانش بود مرگ خودخواسته یا ناخواسته.
و اونجا راجع به این قضیه یه روانکاو یونگی کتابو نوشته، راجع به این قضیه مفصل صحبت میکنه که این تجربه مرگ میتونه متفاوت باشه با تجربه مرگی که من در روانم تجربه میکنم، میتونه متفاوت باشه با مرگی که در جسم من رخ میده. و خیلی وقتها خودکشی هایی که در جسم اتفاق میفتن فرافکنی مرگی هستن که باید توی روان رخ میدادن. یعنی روان من خیلی وقتا به یه بنبستی میرسه. فرض کنید که من یه سبک زندگی خاصی دارم، یه سبک روانشناختی خاصی دارم و سالها دارم طبق اون سبک زندگی میکنم و این سبک چون سالها من دارم ازش انرژی میگیرم و همون شیوه دارم زندگی میکنم، دیگه به در واقع کفگیرش به ته دیگ خورده، دیگه انرژی نداره اون سبک زندگی که به من بده و لازمش اینه که من حالم بد میشه و لازمش اینه که برای اینکه حالم خوب بشه اینه که سبک زندگیمو تغییر بدم یا دیدگاهی که روش دارم خیلی پافشاری میکنم و تغییر بدم. ببینید روان ما، ایگوی من مثل یک ظرفه که تو این ظرفه از طریق ناخودآگاه من آب حیات یا انرژی حیات ریخته میشه و زمانی که من افسرده میشم و انرژی ندارم که زندگی کنم، معنیش اینه که خب اون آب حیات یا اون انرژی حیات دیگه به خودآگاه من نمیرسه. ایگوی من قفل شده، ایگوی من یه موانعی رو گذاشته که اون آب حیات یا اون انرژی حیات نمیتونه به خودآگاه من برسه و من افسرده میشم و این افسردگی یا این حال بده میتونه اونقدر ادامه پیدا کنه که کم کم این نیاز یا این وسوسه در من شکل بگیره که من مثلا خب باید زندگیمو تموم کنم، باید خودکشی کنم. و این خودکشی کردنه میتونه به دو شکل اتفاق بیفته، یا من واقعا برم و خودکشی کنم کامل، یعنی در جهان واقع این اتفاق بیفته و جسم خودم رو نابود کنم و تموم شه همه چی، یا اینکه من بیام در واقع اون ظرف یا اون مانعی که در ظرف روان من هست و نمیذاره انرژی روانی به ایگوی من برسه و نمیذاره من زندگی رو تجربه بکنم، بیام اون مانع رو بشکنم و شکستن اون مانع و در واقع خودکشی کردن روانی چه بسا که شجاعت خیلی خیلی بیشتری میخواد تا خودکشی کردن در واقع جسم و بدن. یعنی من در عین این که زنده هستم در روان خودم مرگ رو تجربه میکنم و این تجربه کردن مرگ باعث میشه که خب من خوبیش اینه که ما زمانی که توی روانمون مرگ رو تجربه میکنیم و دوام میاریم و زندگی جسممون ادامه پیدا میکنه اما مرگ در روان رخ میده، حتما تولد دوباره رو هم ما بعدش میتونیم تجربه کنیم. و در واقع این رستاخیز یکی از معناهایی که میتونه داشته باشه قیامتی که در واقع در سور دمیده میشه و مرده هایی که مرده بودن در قبرها خفته بودن دوباره زنده میشن، دوباره بلند میشن، معنای روانشناختی این مدلی میتونه داشته باشه که من واقعا تو میتونی در روانت رستاخیز و قیامت رو تجربه کنی و وقتی این تجربه رخ میده، وقتی که تو مرگ رو واقعا تجربه میکنی و بعدش تولد دوباره هم تجربه میکنی و اون تولد دوباره واقعا تو میفهمی که خب بعد از این اتفاق، بعد از اون مرگی که تجربه کردی و تولدی که الان داری تجربهش میکنی، کاملا میفهمی که خب متحول شدی، شخصیتت انگار تغییر کرده، انگار که واقعا آدم سابق نیستی. یعنی این تحولی که رخ داده واقعا انگار که باعث شده یه آدم جدیدی متولد شه در تو، با اینکه جسمت همون جسمه اما از نظر روانی میبینی تغییر کرد. و اینجا چیزی که در واقع تو کتاب گفته که نوجوان ابدی رب و نوع زندگی و مرگه، یعنی نوجوان ابدی یه اسم دیگه هم داره بهش میگن کودک الهی. نوجوان ابدی در واقع همون کودک الهیه که تو بعد از تولد دوباره در تو حلول میکنه و سبک زندگی جدیدی، شیوه جدیدی، اصلا دیدگاه جدیدی، نگاه جدیدی رو نسبت به زندگی در تو ایجاد میکنه. پس نوجوان ابدی این قابلیت خیلی قشنگو داره که میتونه توی لحظه های بحرانی زندگی که در واقع به شکل مرگ و مردن در روان ما تجربه میشه، میتونه تو اون لحظه ها همراه ما باشه و اون تاریکی رو به ما کمک کنه که پشت سر بذاریم و بعداً همین نوجوان ابدی رو به شکل یک کودک الهی یا به شکل یک تجربه مقدسی که پر از معنا و پر از شور زندگی ما میتونیم تجربه کنیم و زندگیمون رو برای سالها با معنا کنیم. و خیلی چیزایی دیگه که میشه راجع بهش صحبت کرد. حالا پاراگرافو میخونم. میگه در دوران باستان نوجوانان ابدی را رب و نوع زندگی، مرگ و رستاخیز میدانستند. نوجوانی ابدی و کودک الهی تا به امروز به عنوان چهره‌های اسطوره شناختی زنده. کارل یونگ نوجوان ابدی را به عنوان تصویر خیشتن خیش و نبوغ خلاقانه توصیف میکرد. خب نوجوان ابدی همونطور که عنوان کتابم هست با خلاقیت هم خب خیلی ارتباط داره دیگه. و خلاقیت چیزیه که
زمانی که من خودآگاهم به بنبست میرسه و زمانی که ذهن ایگویی من فکر میکنه که هیچ راهی دیگه ای وجود نداره. یعنی اون بیت معروف مولانا در واقع یادم اومد که میگه عقل گوید 6 جهت حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. یعنی ذهن ما همش دنبال این نتیجه گیریه که خب همه چی تموم شده، من دیگه دارم میمیرم، دیگه هیچ راه خروجی نیست، من توی یه چاله یا توی چایی افتادم، توی بحرانی افتادم که تموم، دیگه من نمیتونم خودم رو نجات بدم. و اینجا نوجوان ابدی یا اون کودک الهی یا اون خلاقیتی که در ناخودآگاه ماه، و وقتی میگیم ناخودآگاه یعنی ما ازش خبر نداریم، یعنی یک راهی وجود داره که من هر چقدرم بزنم تو سر خودم جستجو کنم، سرچ کنم، ذهن خودآگاهم نمیتونه اون راهو پیدا کنه، اصلا نمیتونه تصور کنه که همچین راهی هم وجود داره. و این واقعا محدودیت ذهن ایگوی ماست. به همین خاطر یونگ همیشه ناخودآگاه رو تو مرتبه بالاتری از خودآگاه قرار میده، چون خودآگاه خیلی زود میتونه به بنبست برسه، چون ظرفش هم محدوده و خب راههای زیادی رو هم نمیشناسه، میتونه سریع به بنبست برسه. و این ناخودآگاهه که با محتویات خودش میتونه چیزی رو به خودآگاه بده که از اون بنبست خارجش کنه. و اینجا پس خلاقیتی که خلاقیت یعنی همین، یعنی وقتی که من توی بنبستم یک راه جدیدی سر راه من قرار بگیره، مسیر جدیدی سر راه من قرار بگیره که منو از بنبست بکشه بیرون. بنابراین نوجوان ابدی با در واقع خلاقیت همیشه در ارتباط. میگه به عنوان نماد نوزایی و احیای دینی که زمانی اهمیتی ویژه می‌یابد که روح سنتی یک فرهنگ رو به انحطاط می‌رود. میگه وقتی روح سنتی یک فرهنگ، حالا این اومده راجع به فرهنگ صحبت کردن، ما می‌تونیم راجع به شخص صحبت کنیم. وقتی که یک روح سنتی، وقتی روح سنتی رو این راجع بهش صحبت می‌کنیم، منظور روحیه که سال‌هاست تغییری نکرده. وقتی ما راجع به سنت داریم میگیم یعنی یه چیزی که از گذشته به ما رسیده و خب قرار هم نیست ما تغییرش بدیم، قرار نیست تحریفش کنیم، قرار نیست دچار انحراف بشه، قرار همون چیزی که در گذشته بوده ما هم همونو در آینده و در اکنون خودمون پیاده کنیم. میگه نوجوان ابدی باعث میشه که در واقع وقتی که این سنت ها دیگه به بنبست رسیدن، یک سنت هر چقدر هم که در واقع اصیل باشه، هر چقدر هم که حقیقی باشه، میتونه یه روزی به بنبست برسه. و اینو توی کتاب دگردیسی‌های روان یون خیلی قشنگ میگه، یعنی یه جمله متناقضی میگه که وقتی بهش عمیقاً فکر کنی میبینی درسته. میگه حقیقت میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره و حقیقت میتونه در یک شرایطی حقیقت بودن خودش رو از دست بده. و اون مثال حالا خیلی میشه در واقع راجبشون حرف زد، نمیخوام خیلی طولانی صحبت کنم. ببینیم الان تقریبا نیم ساعته که لایو رو شروع کرده. یه داستان معروفی هست که یون خیلی بهش علاقه داشته و میاد این حقیقت میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره یا حقیقت میتونه خالی از حقیقت بشه رو میاد توضیح میده. یه چشمه‌ای بوده که چشمه آب حیات بوده و هر کی از این چشمه آب میخورده انگار که هر مریضی داشته شفا پیدا میکرد. بعد مردم میفهمن و میان دور این چشمه حالا یا چاه جمع میشن، از آبش استفاده میکنن. یه مدتی میگذره، کم کم حکومت میفهمه، مثلا دولت که همچین چشمه‌ای وجود داره و دولت ها هم که خب دزدان اعظم هستن، میان میگن خب چرا این چشمه باید مفتی باشه و هر کی بخواد بیاد ازش استفاده کنه. میاد دورش یه حصار میکشه، یه گیت میذاره اونجا، مثلا برای گیت بلیت فروشی، هر کی میخواد بره چشمه رو استفاده کنه باید پول بده، بلیت بخره و به این شرط میتونه از آب استفاده کنه. یک چیز مقدسی در ابتدا شکل گرفت و این چیز مقدس یک سری پیروان پیدا کرد. الگوشو دارم براتون توضیح میدم. یه سری پیروان پیدا کرد و این پیروان اومدن در واقع این چیز مقدس رو تبدیل کردن حالا به یک کالای بازاری، به یک کالایی که خب علاوه بر اون مقدس بودنش یه سود دیگری هم برای ما داشته باشه، یه سود ثانویه‌ای هم داشته باشه. و اینا شروع کردن به فروختن آب چشمه، ولی کم 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 متوجه شدن که چشمه آبش خشکیده و دیگه نمیتونه اون آب حیات رو دیگه نمیتونه به مردم بده. و اما تو همین قصه تو انتهاش میگه اما مسئله اینه که چشمه هیچ وقت نمیخشکه، بلکه جای جدیدی رو برای جاری شدن انتخاب میکنه. یعنی مثلا ما یک دینی رو داریم که در ابتدا همون چشمه است، یعنی واقعا شفا بخشه. یک دینی ظهور میکنه که وقتی میاد مثلا تاریخچه ادیان رو اگر بخونیم یا همون اسلام رو مثلا صدر اسلام رو نگاه بکنیم، خب میبینیم برای خیلی از مردمان اون دوره شفا بخش بوده. همین که مثلا اسلام اومد و
زنده به گور کردن دختران رو مثلا توی عربستان اون موقع کنار گذاشت و جلوش ایستاد و گفت نباید این کار رو بکنید، خب این میتونه خیلی حرکت قشنگی باشه. همین یه موردش رو اگر نگاه کنید، یک دینی میاد و یه چیز مقدسی رو، یه تجربه مقدسی رو برای پیروانش ایجاد میکنه و پیروان رو واقعا ارتقا میده، به یه سطح متعالی تری در زندگی ارتقاشون میده و میرسونتشون. ولی از یه جایی به بعد میبینیم که همین پیروان با تاکید خیلی زیاد روی سنت‌ها یا آیین‌هایی که مثلا توی اون دین وجود داره، میخوان که در واقع صاحب بشن، میخوان که یه چیزایی رو خیلی ثابت و ساکن و با تعصب حفظ کنن و نگه دارن و این باعث میشه که چشمه بخشکه. این باعث میشه که مثلا الان تو زمانه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، قرآن خوانان زیادی داریم، کسایی داریم که خب خیلی از دین، از اسلام، از خدا، پیغمبر، قرآن، ائمه و اینا خیلی صحبت میکنن، ولی انگار که اون تأثیر شفابخشی رو دیگه نمیتونن روی حالا پیروان خودشون داشته باشن. انگار که اون چشمه‌ای که در این جریان جاری بود، انگار که حالا یه ذره عقب نشینی کرده، میخواد کنار بکشه، میخواد توی مسیر دیگه جاری بشه و این اتفاق میفته. و حالا یون میگه زمانی که این اتفاق میفته، زمانی که روح سنتی یک فرهنگ به سمت انحطاط میره، اینجور جاهاست که نوجوان ابدی و یا در واقع تجربه‌ای که مال کودک الهیه یا مال نوجوان ابدی، اینجور جاهاست که ارزش پیدا میکنه. میگه و انسان وقتی که در طلب ارزش‌های تازه میره، اشکال تازه زندگی و راه حل مسائل میتونن جلوی پاش توسط نوجوان ابدی و خلاقیتی که داره باز بشن. یعنی همون خدایی که میاد و اون چشمه ابتدایی رو، اون تجربه اولیه عرفانی رو ایجاد میکنه، تجربه وحی رو برای مثلا پیامبر ایجاد میکنه و یه جریانی رو ایجاد میکنه که تا مثلا 1500 سال بعدم هنوز اون جریان ادامه داره، همون خدا میتونه یک تجربه مشابه، حالا یا سطح پایین‌تری رو برای یه بنده دیگه‌ایش هم ایجاد بکنه و این هیچ محدودیتی نیست و همه ما میتونیم یه سری تجربه‌های عرفانی داشته باشیم که توی روانشناسی یونگ اون تجربه عرفانی رو کودک الهی یا نوجوان ابدی برای ما رقم میزن. یه پاراگراف دیگه هم بخونم. میگه ماری لوئیس فون فرانس که کتابش در این فاصله در سراسر جهان شهرت یافته است، برای نخستین بار این موضوع را از دیدگاه روانشناسی یونگ مطرح کرد. این که کهن‌الگوی نوجوانی ابدی چگونه از طریق هر انسانی زندگی می شود. این کهن‌الگو درون همه ما وجود دارد. چگونه از طریق هر انسانی زندگی می شود و چگونه می تواند به سرمنشأ نوزایی یا به عامل و دلیل مرگی زود هنگام تبدیل شود. این نوجوان ابدی هم کهن‌الگوی متناقضیه. همیشه قرار نیست یاریگر و کمک کننده و مثلا اینطوری باشه که تجربه عرفانی ایجاد کنه. گاهی وقتا میتونه شدیداً گمراه کننده باشه و باعث بشه که در واقع مرگی زود هنگام، یه مرگی بالاخره باید رخ بده، یا اون مرگ در روان من رخ میده و روان من به یه سطح بالاتری ارتقا پیدا میکنه که همون تولد دوباره است، یا اون مرگ توی جسم من رخ میده و من در واقع خیلی از نوجوانان ابدی، اینطور که خانم فون فرانس تو ادامه کتاب حالا مثالای زیادی میزنه، جوان مرگ میشن و این جوان مرگ شدنه در واقع میتونه یکی از نشانه هایی باشه که ما نوجوان ابدی رو بتونیم تشخیص بدیم. البته بازم میگم نیازی به تشخیص نیست، توی خودمون در واقع بتونیم تشخیص بدیم. میگه او نوجوان ابدی را در قالب یک سنخ شخصیتی توصیف میکند که بیش از حد در مرحله نوجوانی باقی میماند. یه تعریف خیلی ساده بخوایم ارائه بدیم، نوجوان ابدی کسیه که در حالی که از نظر سنی دیگه نوجوان نیست، ولی از نظر روانی و فکری فکر میکنه هنوزم نوجوانه. مثلا ویژگی‌هایی که نوجوان‌ها دارن اینه که خب خیلی زندگی رو جدی نمیگیرن، مثل بچه‌ها نیستن که همش مثلا بازی کنن و کلا درکی از واقعیت نداشته باشن، ولی مثل بزرگسالان هم نیستن که خب مثلا زندگی رو جدی بگیرن، دنبال همه چیزایی باشن که همه آدمای بزرگسال دنبالشونن، دنبال کار، زندگی، پول در بیارن، چیکار کنن، مشکلات، مسائل، همه اینا رو دنبال حل کردنشون باشن. خیلی می‌بینی نوجوانا تو این فازا نیستن. یه فاز دارن که خب من نگاهشون اینطوریه که موقعیت‌های خیلی خیلی زیادی رو در مسیر خودشون می‌بینن، توانمندی‌های خیلی زیادی رو درون خودشون می‌بینن و این طبیعیه برای یک نوجوان می‌بینه خب میتونه بره ورزش، مثلا توی رشته ورزشی، توی شاخه ورزشی مثلا به فلان جایگاه برسه، میتونه درس بخونه و از طریق درس مثلا بره دانشگاه، علاقه هم که داره و به چیزی که میخواد برسه،
میتونه بره توی بازار کار و میبینه که خب مثلا تو این چند سال تابستونا رفته کار کرده، به کارم علاقه داره، مثلا کاسبی رو دوست داره و میتونه کارم بکنه. 3 موقعیت که هر 3 هم تو ذهنش وقتی تحلیل میکنه روشن میبینه، آینده خیلی خوبی میتونه در انتظارش باشه. ولی اگه این تفکر، این طرز فکر مثلا فرض کنید از 15 سالگی شروع میشه و من الان 30 سالم شده و هنوزم که هنوزه نشستم یه گوشه خونه و دارم فکر میکنم آره اگه مثلا من برم فلان رشته ورزشی رو شروع کنم به تمرین کردن، میتونم مثلا 5 سال دیگه که 35 سالم میشه مثلا به فلان جایگاه برسم. این میشه نوجوانی ابدی، یعنی یه نوجوانی که دیگه ابدی شده، دیگه مال دوره نوجوانی نیست. یعنی زندگی خب یه جورایی کوتاهه و وقتی زندگی کوتاهه من توی ذهنم میتونم تا موقعیت برای خودم تصور کنم، ولی مثلا اینکه زندگی واقعی و زندگی که من با بدنم دارم و همونطور که بدن من در واقع بزرگترین محدودیت منه، بدن من داره برای من تعیین میکنه که من چجوری زندگی کنم. حالا یه سری بیماری ها ممکنه بگیرم، یک ظاهر خاصی ممکنه بدن من داشته باشه، یک سری استعدادهای خاصی برای یه سری بیماریهای خاصی میتونه داشته باشه که اینا محدودیتن، ولی ذهن من این محدودیت رو لزوما نداره. من توی ذهنم به هر چیزی که بخوام میتونم فکر کنم، هر دنیایی رو که بخوام میتونم تصور کنم. یعنی این خودش هم یه تناقضیه ها، که ذهن ما در واقع بی‌نهایت رو میتونه تجربه کنه، میتونه بی‌نهایت تصور داشته باشه راجع به هر چیزی، ولی زندگی واقعی و جسم من این اجازه رو به من نمیدن که همه اون تصورات رو دنبال کنم. من زندگی که در جسمم و جهان واقعی دارم دنبال میکنم یک زندگی خطیه. من یه انتخابی میکنم، یه تصمیمی میگیرم و اون تصمیم باعث میشه که من بی نهایت تصمیم دیگر رو نتونم بگیرم. من وقتی انتخاب کردم که برم معلم بشم، در واقع نمیتونم دیگه تصمیم بگیرم خب مثلا معلم نباشم، پزشک باشم، ورزشکار باشم. دیگه هیچ کدوم از اونها رو لزوما نمیتونم در حد خیلی قوی دنبال کنم. پس بنابراین ما دائما تو زندگیمون مجبوریم که قربانی کنیم. یعنی این قربانی کردنه و این از خود گذشتنه. و قربانی هم وقتی میگیم قربانی به این خاطر دردناکه چون من مجبورم از چیزی بگذرم که برام دوست داشتنیه، برام لذت بخشه. و زندگی هر روز این موقعیت رو برای من ایجاد میکنه که من مجبورم بین چند تا چیزی که همشون رو دوست دارم یکیشو انتخاب کنم و اون یکی در واقع باعث میشه که من از بقیه چیزا بگذرم و قربانی کنم و این ناکامی یا این درد رو تحمل کنم. و نوجوان ابدی نمیخواد این قربانی رو بده. مهمترین مسئله همینه. نوجوان ابدی دلش میخواد که تو ذهنش با اون دنیای بیکران و نامحدود باشه تا اینکه با واقعیت محدود جهان بیرون روبرو بشه و مجبور شه اون ایده های قشنگش رو قربانی کنه. خب برای امروز کافیه. اگر سوالی دارید من در خدمتم. سوالی، مطلبی، حرفی، حدیثی، هرچی هست در خدمتتون هستم. اگرم نیست که لایو رو ذخیره میکنیم توی صفحه و فکر میکنم هفته آینده، حالا تا اینجا رای گیری که کردیم چهارشنبه بیشترین رای رو داشت، چهارشنبه و ساعت 9 شب و احتمالا جلسه بعدیمون چهارشنبه ساعت 9 شب باشه. مرسی از همه دوستانی که تشریف آوردن. خب شبتون بخیر و خدا نگهدار.